تجربه جالب تو گرفتن گواهینامه. بچه من خدایی دفعه وقتی رفتم گواهینامه بدم اینجوری بودم که من که تمرین نکردم، خب بذار هرچی شد و ردم شدم خدایی. بعد دفعه دوم که رفتم آزمون بدم اینجوری بودم که خب ببین من یه عالمه با ماشین خودم تمرین کردم. بعد چون اسمم خیلی گرون بود با ماشین خودم نمیرفتم دانشگاه میومدم 100% من باید قبول کنم. بعد بچه‌ها اون روز آزمون خب یه دختر اومده بود، یه دوست پسرم داشت که با ماشین اومده بود دنبالش که ببینه این آزمون رو چطور میده. دوستان من حسودی نکردم و به هیچ عنوان، مخصوصا اونجاش که یه گل روزم براش آورده بود برای اینکه خانم یه وقت استرس نداشته باشه. من حسودی اصلا به هیچ عنوان. آره خلاصه بعد جونم براتون بگه که این پسر ماشینش رو داد دست دختره میرفت میومد هم خیابون بغل هم خیابون آزمون گرفتن، یعنی ما اصلا دید داشتیم. بعد ببین پارک دوربین میزد میرفت میومد، ببین این قبوله، این با این حمایت های این پسره قبوله، خیلی هم قبوله، یعنی خب تو سر ما. بعد هی میرفت میومد آقا این رد شد. من گفتم که حاجی این رد شد دیگه ما چی میخوایم بشیم؟ چرا واقعا؟ بعد تا اینکه نوبت آزمون خودم شد. بعد من آخرین نفر بودم، یعنی افسر اینجوری بهم گفتش که ببین یه چند دور برو ببینم بلدی یا نه، همین. بعد من رفتم تازه این پدالاش ساییده شده بود، اصلا نمیشد تکون بدی ماشینو. بعد چون خود افسرم هی کنترل میکرد ماشینو سخت‌ترم شده بود. بعد خدا شکر منو قبول کرد. بعد ما رفته بودیم آموزش رو که اصلا پرونده‌مون رو بدیم آقا بگیم برامون گواهینامه بفرست. اون دختره رو دیدم، اون دختره برگشت گفتش که بابا من رانندگی بلدم، میرم میام، این پدال خرابه. مدیر آموزشگاه خیلی شیک و مجلسی گفت ببین نه این پدالا قلق داره، شما برای اینکه قلق اینو یاد بگیرین 2 جلسه باید بردارین، جلسه 500,000 تومان باید هزینه بفرمایید. تازه گرفتم که آها فهمیدم که آموزشگاه اینو میخواد داشت تا قبولت کنه. بنابراین خواستم اونایی که چندین بار رد شدن بگم که پسرها دختره عزیز نگران نباشید. آره دنبال یه چیز دیگه میگردن، دنبال آموزش شما، مهارتی شما اینا. آره شما چه تجربه‌ای توی این بحث گواهینامه گرفتن دارید؟